5 تا اشتباه که 90% شمایی که سگ دارین هر روز انجام میدین. حسن سلام. سلام. این اشتباهات هم از طرف سگتون نیست، از طرف شماست. اکثر سگا اگه میبینید مشکل دارن، مشکل از خودشون نیست، مشکل از شیوه و مدیریت شماست، شیوه رفتاری شماست. بریم شروع کنیم 5 تا رو یکی یکی میگیم. حتما تا آخر ویدیو با ما باش. آخری از همه مهمتره. آقا اولیش ثبات ندارین. یه روز میگی بیا بالای مبل، یه روز میگی نه یا بالای مبل. یه روز سگت میاد پایین میز ازت غذا گدایی میکنه، تو غذا رو بهش میدی. یه روز میگی نه بهت غذا نمیدم. خب اینجوری سگ گیج میشه دیگه. حسن درسته؟ آره. ما اکثر جاهایی که میریم برای آموزش تو خونه ها میگه وقتی وارد خونه میشین به سگ توجه نکنید، بذارین اون هیجانش بخوابه، آروم بشه، ریلکس بشه، تمرکز کنه، بعد برید سراغش. حالا توی بعضی خونه ها صاحبش یه روز توجه میکنه، یه روز توجه نمیکنه، یه روز توجه، همین باعث به هم ریختگی میشه، باز همون بی‌ثباتی. بریم برای اشتباه دوم. بریم. اشتباه دوم تنبیه کردنه. اصلا تنبیه اصلا داریم تو آموزش سگ؟ کتک بزنیش، بندازی توی یه جای تاریک. شیوه جدید آموزش اینه که شما بیاین رفتارهای درست سگ رو تقویت کنین. پس در واقع چیزی به اسم تنبیه اونجوری کتک و اینا نداریم. 10-60 که نیستن سگا که. خب شما کاری که باید بکنی اولا بیای سگت رو از انجام رفتارهای اشتباه جلوگیری کن. چرا بذاری سگت ول بچرخه تو خونه آزاد باشه، خطایی بکنه که باید کتکش بزنی؟ اصلا کتک زدن یعنی چی؟ سگت اصلا درکی از کتک داره؟ از بیرون میرسی میبینی مثلا دستشویی کرده، بگیریش زیر باد و کتک. خب این سگ نمیدونه اون کتک رو چرا میخوره. خب کتک زدن پس درست نیست. سعی کنید با تقویت مثبت رفتارهای درستش رو با خوراکی، با تشویقی، با حس خوب تقویت کنید. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودین حتما اون سابسکرایب رو بزنید. بریم برای اشتباه بعدی. آقا سومیش، اصلا خیلی از صاحبا فقط وقتی که سگشون کار اشتباه میکنه بهش توجه میکنن. مثلا سگش واق میزنه، بدو میره سمتش، برم باهاش بازی کنم که واق نزنه. مثلا سگش جیش میکنه جای اشتباه، بدو وای مثلا اسم سگش تاینیه، وای تاینی چرا جیش کردی. این توجه رو بهش کنن. فقط وقتی کار اشتباه میکنه و کاری که داره درست انجام میده، آروم نشسته یه جا کار درستی داره انجام میده، خطایی نداره، بهش توجه نمیکنن. یعنی میان فقط اون رفتار اشتباهش رو تایید میکنن. دقیقاً. گاهی اوقات سگ شما میبینی که توی رفتارهای درست توجهی بهش نمیشه، ولی تو رفتار اشتباه شما بدو میری سمتش، میگه خب چرا رفتار اشتباه ها انجام؟ از نظر ما رفتار اشتباه ها، شاید از نظر سگ هم میگه شاید همین درسته دیگه. میگه این باعث شد که به من توجه کنن، باعث شد که حس خوب به من بدن، بدو بیان بغلم کنن. در نتیجه سگ اون رفتارها رو تکرار میکنه. ولی حالا حیوان بیچاره 2 ساعت داخل باکسش یا پارکش آروم گرفته، ما باید میرفتیم آزادش میکردیم، وقت میذاشتیم باهاش بازی میکردیم، نرفتیم، وایستادیم واق بزنه، بعد رفتیم سراغش. حیوان سر جاش دستشویی میکرده، بدو بول نرفتیم بهش جایزه بدیم، وسط فرش دستشویی کرده، بدو رفتیم بغلش کردیم. خب دیگه پس در نتیجه سگ ما میگه اون رفتارهایی که باعث میشه شما بیاید پیش من رفتارهای درستیه. بریم برای چهارمین اشتباه. شما هم اگه مشکل دیگه ای دارین حتما کامنت کنین برام. حسن جان چهارمی رو بگو. تخلیه انرژی نکردن سگ. اکثر سرپرستا سگشون رو میذارن تا به مرز دیوونگی برسه، واقعا سگ دیوونه بشه. یعنی شما فکر کن خودتم یه هفته کامل تو خونه بودی، کل زندگیت شده یه اتاق خواب یه پذیرایی، یه اتاق خواب یه پذیرایی. حالا این وسط ها اگه خدا رحم کنه یه تراسی هم باشه برای دستشویی، بره تنوعش میشه رفتن تو تراس برای دستشویی. خب این اولا میشه دیوونه شدن سگ. تخلیه فعالیت کنه، باید سگ خارج از خونه بره، بوهای مختلف، آدمهای مختلف، شرایط مختلف، اینا رو تجربه کنه، بیاد تو خونه اینا رو برای خودش تو ذهنش دسته‌بندی کنه. این میشه تخلیه انرژی، تجربه جدید. اینا باعث میشه سگ شما به آرامش برسه. مرسی از حسن عزیز. سگ جدی میشن. آره خب بعضی جاها جدی بودن لازمه دیگه. آقا شما بهمون بگین ویدیوهای اینجوری رو دوست دارین که آموزش براتون بذاریم یا ویدیوهای فانمون رو دوست داریم؟ این ویدیوهای قبلی که چالش گرفتیم توش خنده بود، مجازات بود،
هر کدومو دوست دارین به ما بگین، ما بیشتر همونو میگیریم، ولی ما سعی میکنیم هر دوتا رو با هم دیگه ببریم جلو که هم شما از آموزش‌ها استفاده کنین، هم که یه سری ویدیوهای فان داشته باشیم. هم آموزش از شما. بله. آقا اشتباه آخر، ببینید اکثرتون خیلی عجله میکنید، انتظار نتیجه فوری دارید، فکر میکنید اگه یه روز 2 روز با سگ کار کنید دیگه تمومه، یاد گرفته. نه آقا، هیچ کس با یه هفته باشگاه رفتن بدنساز نمیشه، هیچ کس با یه هفته دویدن دونده نمیشه. شما باید استمرار داشته باشین، نظم داشته باشین رو تمریناتون. مخصوصا توی آموزش حیوانات. دقیقاً. و صبر خیلی مهمه، فکر میکنم 100%. باید صبرتون خیلی بالا باشه، صبر ایوب میخواد. اصلا آموزش حالا سگ‌ها یا هر موجود دیگه‌ای باعث میشه که شما اون مهارت صبور بودنتون هم توسعه پیدا کنه، واقعا صبورتون میکنه. شما شاید مثلا روز اولی که یه سگ میاری خونه 6 ماه بعد دیگه اون آدم روز اول نیستی، واقعا صبورتر میشه. البته اگه سگو بتونی تا 6 ماه بعد نگه داری. ببینید در کل فکر میکنم یعنی درستش این باشه که شما 5 دقیقه 10 دقیقه منظم تمرین کنین خیلی موثرتر از اینه که بخواین 1 ساعت نامنظم تمرین کنین. یعنی یه روز 1 ساعت تمرین کنی، یه روز اصلا تمرین نکنی، یه روزم بیای مثلا 1 ساعت 2 ساعت با سگ تمرین کنی، فقط خستش کنی. دقیقاً ما میگیم 10 دقیقه تمرین با کیفیت بهتر از 1 ساعت تمرین بی هدف و بی کیفیته. اون 10 دقیقه با حس خوب باشه، با انرژی مثبت باشه، کاملا مثبت باشه. یعنی اینجوری باشه که سگ اگه قراره یه بشینه ساده انجام بده، تو 10 دقیقه 4 تا بشینه درست انجام بده، بهتر از اینه که توی 1 ساعت 100 تا بشینه انجام بده، این ور بره اون ور بره، نمیدونم جایزه های اشتباه بگیره. پس سعی کنید عجله نکنید، تایم‌های کوتاه بذارید برای سگتون. سگ‌ها ببینید توی حالا متدهای جدید دارم میگم، توی متدهای جدید که حالا تقویت مثبت هست، یکیشون قرار نیست سگ ما از روز اول با سرعت خیلی بالا یاد بگیره. ما میگیم توی این شیوه شما اولش رو زانوهاتون دارین راه میرین. واقعا هم همین جوریه. یعنی شما عملا راه رفتن رو زانوی برای شما. کم کم که سگ راه میفته، تاییدیه ها رو درک میکنه، توی اون روال میفته، شما دیگه آموزش براتون اصلا با اون سرعت روزای اول نیست. یهو میبینید که با یه سرعت خیلی بالایی تمام آموزش ها رو سگتون داره یاد میگیره. فقط نیازه که اولش صبور باشید و درست با سگتون کار کنید. آقا ما 5 تا اشتباه رایجو گفتیم بهتون. اگر تو هم این اشتباهاتو داشتی اصلا نگران نباش، هیچ کدوم از ماها از روز اول درست با سگمون رفتار نکردیم. همه ما آموزش دیدیم، اومدیم تکنیکا رو اجرا کردیم. پس تو هم همراه ما باش، از آموزش ها استفاده کن، از همین امروز که این ویدیو رو دیدی با سگ درست رفتار کن. برای آموزش‌های بیشتر کانال ما رو ساب داشته باش. پیج اینستای دوتامونم میذارم انتهای ویدیو، تو دیسکریپشن هم میذارم، اونا رو هم دنبال کنید. ویدیوهای کوتاه تو اونجا میذاریم تو اینستا که بتونین راحت‌تر استفاده کنید. مرسی که با ما همراه بودین. حسن جان صحبت آخر. خدا نگهدار. مرسی.